خب همینطور که میبینین اینجا کاردای شیشه مونه، اینم بنده هستم و این چسبایی که خالی شده مصرف شده چسب توجه داره. بعد کار درب اتومات هم انجام میدیم. اینم جام شیشه که در ابعاد 3.25 در 2.25 هست، 3.21 در 2.25. اینم میز بارشمون. اینجا شیشه تکجه دار میشه، از جام بارش میخوره و اینجا توجه داره میشه. اینم شیشه مشکل، اینم جمع ها. خوب یادی آقا؟ اینم شیشه ها. اینا هم یه سری شیشه هست بهش میگن اسمگلس که کارش شیک و خاص هست. برای تزیین شیشه های درب وریدی و دربای کابینت از این استفاده میشه. خب اینا اسپیسری هست که بین دو تا جدار شیشه قرار میگیره. بین دو جدار شیشه قرار میگیره و دو جداره میشه. توسط این چسب های دو جداره یه مقداری از این چسب میزنن سفید پلیورتان، یه مقداری هم یعنی 1:10 جا میزنن. همین که میزنن میشه مشکی کامل و روی این بغل شیشه ها چسب میکنه که دو جداره بشه. همین دیگه. اینم که گفتم خودمم و تمام.